در نتیجه گذراندن چوربینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، جوان 21 ساله ساکن شهر دوشنبه با گمان صادر نمودن جنایت یواشی دستگیر کرده شد. نامبرده شب 27 نوامبر سال 2023 تخمینا ساعت 21:40 هنگام در داخل مرکز سودای عالم گوشت واقع در کوچه جبو رسول شهر دوشنبه قرار داشتنش به یگان اساس اساسیات یواشی با نابالغ 15 ساله ساکن پایتخت جنگ و جنجال نموده از بالای یخدان یک عدد کارد خوجگی را گرفته به سوی جبر دیده هوا می‌جهد. در نتیجه جبر دیده در قسمت قفس سینه از طرف چپ جراحت جسمانی برداشته است. از روی حادثه مذکور تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در شهر وحدت با عریضه مرد 27 ساله ساکن شهر مذکور مراجعت نموده است که از ماه دکامبر سال 2022 تا ماه مارس سال 2022 مرد 38 ساله ساکن همین شهر با روی فریب به باوریشان در آمده از او 700,000 سومانی گرفته وعده داده است که تجارت فروش محصولات خوراکواری او را وسیع می نماید، اما وعدهش را اجرا نکرده مبلغ‌های گرفته‌اش را به منفعت شخصیش صرف نموده است. همزمان به شعبه وزارت کارهای داخله 2 در نوحه شومنصور عریضه مرد 51 ساله ساکن شهر دوشنبه وارد گردیده است که ماه ایول سال 2023 در کوچه عینی پایتخت مرد 54 ساله و 37 ساله ساکنان شهر دوشنبه با روی فریب به باوریش در آمده از او ماشین تمغه تویوتا کامری 3 را به مبلغ 145,000 سومانی نرخ کرده گرفته وعده دادند که در مدت کوتاه مبلغش را به پورگی برمیگردانند، اما تا حال پول صاحب ماشین را ندادند. همین طریق ضمن برگزار نمودن چهاربینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، زن 47 ساله ساکن نوحه دیوشتیج با گمان صادر نمودن کردار قلابی دستگیر کرده شد. گمان بر شونده 26 سپتامبر سال 2023 با روی فریب به باوری زن 47 ساله ساکن نوحه مذکور در آمده با بهانه در خانه‌اش موجود بودن سر و جادو 100 سومانی و 3000 روبل روسی این زن را گرفته به احتیاجاتش صرف نموده است. اوید بین حادثه ها تفتیشات ادامه دارد.